واقعا تا وقتی فورمر هست دیگه آره واقعا من موقعی که رفتم برای آموزش به تیپ و فورمر یاد گرفتم تیپ‌های آموزش هم هنوز دارم یه کار نکردم فقط فورمر من یه دو درست پیش برداشت هنوز اون درچه شروعش هم هست یه دونه رو قرار کاور کنیم، یه دونه قد بهش بدیم با فرمه، یه دونه دیزاین زیر کار انجام بدیم. کافی ژل پولیش بود نه؟ آره. خب محدث شما که اولش نبودی الان میخوام مانیکور توضیح بدم. خب اصلا حواست باش. خب برای مانیکور به قطر کوتیکول مشتری دقت میکنیم. میخوایم ببینیم که زیر پوستش چقدر فضا داریم برای اینکه بریم عقب‌تر. این الان ماهکش یک کوچولو دیده میشه. خب پس بازم نسبت به کسایی که این سفیدی ماهکشون دیده نمیشه باید دقتمون بالاتر باشه. چرا؟ چون که یه لحظه بچه ببخشید، تو کسایی که عمق ماهکشون رو بیشتر میبینیم قسمت ماتریکس یا قسمتی که بافتش زنده است و بالای کوتیکول قرار داره نزدیکتره به ریشمون. پس باید حواسمون بیشتر جمع باشه. مرحله اول توی مانیکورمون پوش دادن بود. ناخن رو به 2 تا قسمت مساوی تو ذهنمون تقسیم میکنیم، سمت راست و سمت چپ. ریشمون سینوس راست، سینوس چپ. این 2 قسمت هم بالشتکا. اینا رو بچه‌ها دارن توضیح میدم به خاطر محدثه که نبود. آره نه خب با این قسمت پشت پوشر پوش دادنمون رو شروع میکنیم. اینو تکیه میدم به پوست اصلیم، به سمت بیرون بازش میکنم. میدم زیر، به سمت بیرون باز میکنم. الان به قطرش نگاه میکنم، همون قدری که کوتیکولمون قطر داره همون اندازه پشتش فضا خالیه. پس وقتی که دارم پوش میدم حواسم هست که تا چه اندازه اون زیر فضاست. چک میکنم اینطوری که ببینم کامل فضا باز شده یا نه. الان اگه نگاه کنین کوتیکول اینجا چسبیده بود. نگاه کنین پوش داده و پوش نداده. قشنگ این فضای زیر بازه. با پوشر که چک میکنم همون اندازه فضا خالی شده. این سمتم پوش میدم، چک میکنم با دستم، چک میکنم که ببینم کامل باز شده یا نه. اول ریشمون نیم دایره بود، الان ببینیم قشنگ فضا باز شده، سینوسا قشنگ بازه. خب دیگه این فضای زیر جلوی چشمونه. خب بعد از پوش دادن اوریب زدن داشتیم. اوریب زدن میخوایم که این دیوار داخلیه رو این دیواره که این زیره رو تمیز کنیم. روی صدف نه، این دیواره اونو با اوریب زدن میتونیم تمیز کنیم. این اگه سرساهان من باشه میخوابونم رو دیواره، نسبت به دیواره 30 درجه میزنم. الان اصلا رو صدف کار ندارم. میبینین این زیر حس میشه. میخوایم دیواره هر رو تمیز کنیم که از آخر سایش بیفته روی ژلاکمون. سرساهان هم میتونین نوار آبی استفاده کنین هم قرمز. قرمز یکم نرمتره، لطیفتره برای پوستایی که حساسترن، پوستای سفید یا پوستای مرطوب. آبی یکم برای پوستایی که سفترن، زمخترن، تیره ترن
بهتره. ولی خب وقتی که مسلط باشین میتونین کلا برای هر دو نوع پوستتون اینو استفاده کنین. ولوم دستگاه قرار شد توی مانیکورمون روی انتها باشه. نهایت اگر ترس داشتین رو همین علامتی که خود دستگاه زده دیگه اینجاها نذارین، چون که خیلی یواش میچرخه، ولی وقتی که روی انتها باشه تندتر میچرخه و فشار دستتون هم نزدیک 0. چپگرد راستگرد داره. موقعی که سمت خودتونه راستگرده که شما ریمووتون رو با همون راستگرد انجام میدین و سمت چپ ناخنتون رو انجام میدین. موقع مانیکور تمام چپ ها رو انجام میدین 2 تا دست، بعد برمیگردین راستا رو انجام میدین. دونه دونه نمیخواد هی جهت عوض کنین. میذارم روی راستگرد، سمت چپ رو میخوام تمیز کنم. موقعی که بخوام سمت راست رو تمیز کنم میذارم روی چپگرد و سمت راست ناخن رو تمیز میکنم. الان سمت چپ رو میخوایم بریم رو راست کرده. برس همیشه زیر دستتون داشته باشین که هر حرکتی که میزنین اینو قشنگ تمیز کنین، ببینین که چی دارین چی ندارین. دوباره خب بین مراحل کار 30 درجه حفظ میشه. الان من میخوام داخل دیواره رو تمیز کنم، با نوک سرسوهانم کار ندارم و فقط با این قسمتش کار دارم. این قسمت تکیه میخوره به دیوار داخلی. موقعی که تکیه بخوره اون 30 درجه حفظ میشه. یعنی شما از بغل یه همچین دیدی باید داشته باشین. اینجوری نباید باشه، اینطوری هم نباید باشه. خب پوست رو دائما میکشم بالا. چرا میکشم بالا؟ که قشنگ این دیواره رو ببینم. میکشم بالا، از ریشه کوچولو کوچولو شروع میکنم، تمیز میکنم، میرم بالا داخل دیواره. صدای سوهان شدن صدف اصلا نمیاد. میرم بالا داخل دیواره. ببینین همینطوری کوچیکون میره عقب چون داخل دیواره رو. دست من اوریبه. اگه بخوام دست مشتری صاف باشه من اوریب بزنم مچم خیلی اذیت میشه. دستشو یکم کج میگیرم بعد اوریبو میزنم. دائما پوستو میکشم بالا. با این کار هم دیواره قشنگ جلوی چشمتونه، هم که جلوی خون ریزی رو شما میگیرین، جلوی رگو میگیرین میکشین بالا. این لاین سفید همه با اوریب انجام میشه. موقعی که میدم بالا دیواره اگر کامل تمیز شد با همون طرف حالا دیده مستقیم هم میزنم که تمام پوستای روی صدف ناخن بره. یه دونه اوریب داشتیم، یه دونه دید مستقیم. دید اوریب برای داخل دیواره است، دید مستقیم با حفظ همون زاویه 30 درجه برای روی صدفه که تمام پوسته های اضافی روی صدف بره. بالش دستم تا حدی که خیلی آزرده نشه تمیز میکنم. خب این در این حد برای سمت چپ. میخوابه قشنگ سرعت. وقتی وایستاد دورشو عوض میکنم، جهتشو روی چپ گرده سمت راست رو تمیز میکنم. میدم بالا، از ریشه راست یکم میام عقب‌تر که اگه ریشه چپ هم یکم مونده بود چسبندگیاش کامل بره. اوریب به دیواره. ببینید چون تکیه دادم به دیواره کوتیکولم قشنگ اومد بیرون، فاصله گرفت. میدم بالا نگاه میکنم، دید مستقیم هم میرم که پوستای روی صدف رو ببرم.
بالشتک راست. میبینید من همش حرکاتم مالشیه، هی بر نمیدارم اینجوری بزنم، مالشی انجام میدم، تمام پوستا میره. خب الان نگاه کنین تمیزه، تا همین حد برای کار با پودرمون خوبه. خب الان یه دونه کوتیکول مونده اینجا که هنوز برش دادن این یکم سخته. چرا؟ چون خیلی چسبیده به پوستمون. میخوایم یکم کوتیکول رو ایستاده ترش کنیم. روش های مختلفیه. راحت ترین روش اینه که موقعی که سمت راست رو تمیز کردیم، همون اولیه قسمت از نوک به قسمت پایین، همین قسمتی که باهاش مانیکور انجام دادین رو میذاریم روی پوست و کوچولو رو میدیم بالا. کرم زده بودی قبلش؟ قبل از اینکه بیای کلاس؟ بگین حتما مشتریتون کرم نزن، چون هی سر میخوره. این برای تمیز کردنش یه دونه بافر داشته باشین. روی سرعت آخر اینو ببرین داخل، بیارین بیرون. فرسانتون رو بین کار هی با این روش تمیز کنین. خب الان کوتیکولمون قشنگ ایستاده شد. میبینید؟ قشنگ ایستاده شد. حالا که رفته بالا این زیر رو دوباره چک میکنیم. اگر احتیاج داد از سینوس چپ تا سینوس راستمون رو با همون چپگر تمیز میکنیم. نهایت دیگه باید شما 20 دقیقه زمان بذاریم برای مانیکورتون. آره. خب موند الان این کوتیکوله که میخوایم برشش بزنیم. به نظرم همیشه اگر با قیچی برش بزنیم خیلی تمیزتر میشه کارتون. قیچی و انگشت وسط پایین میره، شست بالا، اشاره پشت دهنه. اشاره رو این پشت میذاریم که میزان باز و بست شدن دهن قیچی رو کنترل کنیم. اولین برش هم برش های کوچولو انجام میدیم. یه دونه اینجوری باز نمی کنیم بزنیم. اولیش اینطوری از اینجا میخوابه روی دست مشتری. هر چی به ریشه نزدیک میشیم این ایستاده تر میشه قیچی. یه جورایی تکیه میخوره به دیواره. میخوابه اولی. دهنم اینجا کم باز میکنم، کوچولو. اینهایی که مونده از آخر میگیریم. خب این کوچولوهایی که مونده رو به اندازه همون قطرش باز میکنم قیچی رو، به سمت پایین فشار میدم. اینطوری مثل موقعی که بند میندازین این اینجوری میگیره میاره بالا. کوچولو در همین نیپر بیشتر بکنم زخم میکنه. نیپر زخم میکنه واسه اینکه شما جلوی دیدتون نیست کامل دهنش. موقعی که باز میکنیم میگیم ممکنه این انتهاش هم بگیره کم پوستو. قیچی خیلی خوبه. حالا قبل از مواد گذاری، چه ترمیم باشه چه مراجعه اول باشه، شما لبه آزاد و فرمشو بدین. خب این باعث میشه که از آخر سوهان کشیتون خیلی کم باشه. خب 2 تا دیواره داریم. الان میخوایم اینو گرد انجام بدیم. این بالشتک رو میکشم عقب، در امتداد دیواره سوهان رو میدم زیر. این لبه رو فقط نمیکشم، میدم زیر دیواره، میام
داخل. همین باعث میشه دو تیکه نشه. دو تیکه نشه، پله نشه. این قضیه مثلا تو مدل دور ببین شما وقتی که مانیکور انجام میدی بالشتک‌ها از دیواره جدا میشن. خب این الان جدا شده. قشنگ در امتداد دیواره من میتونم اینو فرم بدم. این ورم همینطور میکشم به سمت داخل. سر ناخونش شده. سوهانو میبینید من همش از زیر میدم. خب برای اینکه ببینیم صافه یا کجه اینجوری نگه میدم، یا اینوری چکش میکنم یا اینوری. چون مواد گذاری داریم اگه یه کوچولو کج و راست باشه با مواد لبا آزادشو درست میکنم. فیلماتون رو بچه تیکه تیکه بگیریم که حجم زیاد نداشته باشه داخل واتساپ بخوایم برای هم بفرستیم. بچه‌هایی که آیفون دارن میتونن به ایردراپ کنن. آره دیگه. خب برای زیرسازی کارتون مانیکور که اصولی انجام بشه اون زیرا دیگه پوست اضافه نداره، میتونین با این سرساهانای موکتی روی راستگرد و رو دور پایین فقط در حدی که میبینید مثلا فشار دست ندارم، فقط در حدی که چربی و براقی روی ناخن گرفته بشه. با سامان دستی هم میتونیم ولی زخم ممکنه بشه، بخوره به پوست دور. بشه نهایت فرسودگی بدن رو بیاره پایین آره کتفتون اذیت نمیشه. خب یا الکل بالای 70% یا کلینزر. دور تا دور کارو. کلینزرش چی باشه مهم نیست. خب اینو الان میخوایم کاور کنیم رو قد خودش. شما از پرایم اسیدی اصلا نه پرایم اسیدی بچه ها میاد معمولا میگم برای کسایی که ناخونای خیلی چربی دارن یا خیلی مرطوبه پرایم اسیدی استفاده کنیم، ولی بده چون که میاد حفره های خیلی ریز که با چشم دیده نمیشه روی صدف ناخون ایجاد میکنه که مواد بره به خورد صدف، ولی به مرور سرطان زاست چون تمام این لیکوید شیمیایی پودر همه چی میره داخل ناخون. خب برای اونایی که حساب مرطوبن و چربی میشه کاش ژل کرد دیگه. هم که شما وقتی زیرساز خوبی داشته باشین مشکلتون به جایی که بره بعد 60 روز بیاد زودتر بهش بگیم 25 روزه بیاد، 3 هفته‌ای بیاد. ولی سفر داشتیم ما مشتری که اصلا به هیچ صراطی مستقیم نبوده با هیچ روشی به جز پرایم اسید، یعنی گرونترین کاشتار رو هم انجام داده بود. دو بار پرایمر غیر اسیدی براش بزنین به جای اینکه اسیدی بزنین 2 بار. متقاعد کن دیگه، بهش بگو این آسیب به بدن خودت میرسه. وقتی مشتری غیرتیه و حاضر نیست قبول کنه که این دستش و مثلا گرونترین جاها میره برمیگرده آخر با هم فقط پرایمر اسید بهش جواب میده، شما که خود اون مشتری خودش میپذیره نمیکنه، این خود مشتری اسیدی جواب میده فقط رو دستش. خب از کجا میخواد متوجه شما چی زدی؟ نه نه مشتری بهش متوجه میگیم آخه نمیشه. ببین وقتی که میخواد پرایمر اسید همش بگی دیگه بگی که من مجبورم باید اینو استفاده کنم آسیب داره. نه مشتری خودش اصرار نداره که اسیدی هر باشه، 2 میگن هفته ناچاری میاد، است. چون بهش گفتم هر 2 هفته میاد. تایم فیل زیاد شده میاد تو واتساپ. هی تیکه تیکه میکنن. آره اوکی میشه. من مشتری دارم دست آره خب اینجوری چیزش می‌کنه. کن دوباره شروع کن. عرق ببنده آره عرق می‌کنه. آره داشتیم همین الان کله پاچه عرقی رو بار می‌ذاشتیم دیگه. خیلی راه ها هست برای اونایی که لیفت میده. میتونیم یک لایه بیس نرمال بزنیم، به
بیس ژل. بعد روی اون بیس مواد گذاری پودرتون رو انجام بدین. بیس ژل، بیس هاتون بزنید. بیس ژل، آره. بیس کاشته ژلتون رو. بیس نرمال. بعد از پرایمر یک لایه از اون میزنین خشک میشه. بعد از اون روشو مواد گذاری پودر انجام میدین. این برای کسایی که خیلی لیفت میدن یا کسایی که حتما باید اسیدی استفاده بشه این روش کسایی که ناخنشون هم چربه این کارو آره این کارو لیفت میده. بعدش دیگه هست دور تا دور انگشتشون با الکل همون یکی میذاره قشنگ تمیز که ترخ نیست. آره خشک میشه دیگه فری میشه. آره اصلا مشتری من دارم که زیر حوله پرت میکنن. آره این قفلیس میشه. بهش فکر کنید گفتم چیزی که دست کنه. نه من جواب نداد. جواب نداد. من شاخه‌ام اینطوری میشه که جواب داد. نه من جواب اینجوری میکنه میره. من خودم کاراش که بعدش بخشل میدم که مثلا دست باشه اینجوری میگیرم پوستش خفه فشارنه. قشنگ دیگه همیشه خراب میشه. کسی که دستمو میگیره دستش خراب میشه. نه احساس شانس استفاده میشه. خب همیشه بچه‌ها با قلم‌های اشکی کار کنین. قلم‌های صاف سطح اگه استفاده می‌کنین بذارین کنار. قلم‌های اشکی قشنگ شکل ریشه داره. خیلی راحت می‌تونین پرس کنین. خب موقع میخوام مواد رو بردارم گوش بدین. پرایمر رو همینطوری آبکی بر نمیدارم بزنم تو مواد. فکر نکنین این خوبه. نه این بده. پرایمر اضافه باعث خود هوا گرفتن میشه. موقعی که قلمو میشورم تا وسط تا کنارش پرایمرش رو میگیرم. از طرفی که خیسه داخل پود اوریب 3 تا حرکت اضافهش رو میگم. این بهترین حالت گلوله‌ای که شما برمی‌دارید. موقع مواد گذاری اینجوری هم که دیگه میدونیم که دو طرف نمیریم داخل. اینا چیزای ابتداییه ولی بین کار که عجله انجام میدیم ممکن فراموش کنیم. موقعی که صدف هیچی نداره شما میخواین کار انجام بدین، موقعی که دارین پرس میکنین این قسمت رو سعی کنین تک مرحله انجام بدین. چرا؟ چون که لیکوید اگر بخوره به سطح ناخن که ناخن طبیعی روش هیچ موادی نداره خودش باعث هوا گرفتن میشه چون لیکوید چربه. پس ما نمیایم 3 مرحله‌ای کمر سر ریشه اینطوری انجام بدیم. هم خیلی تایم میبره هم که زیاد اصولی نیست. وان بال یا تک مرحله‌ای. نه تا کمر میگیرین پودرتون رو برمی‌دارین اضافه‌شو میگیرین میذارم رو ناحیه نزدیک کوتیکول. حواسم نبود که این کاور خیلی برداشتم. تا نزدیک کوتیکول میبرم مدام ضربات کوچیک میزنم دیواره ریشه. همینجا سعی کنیم فرمشو قشنگ بدیم اضافه‌شو با این میگیریم. هر جا احساس کردین قلمتون خشکه دوباره میزنین داخل کوتیکول. ریشه رو قشنگ پرس میکنم هی تمیز میکنم دوباره پرس میکنم. با این کار اگه یک کوچولو هم شما بخواید بهش قد بدین میشه. بعد خونه بلند تو فرمه میذاریم نمیشه تک مرحله شما تک مرحله انجام میدین تا هر جا اومد دوباره سر ناخن از ریشه بذاریم اول. از ریشه خب الان قلم شما 8 یا 10 8 جنتیل درشت قلمش. الان ببین این ناخنش کوتاه‌تر بود ولی اگر میخواست مثلا بلندتر بشه با همون تک مرحله فرمشو داد. این پودر ارگانیک خودش اینجوریه؟ نه من شاین بعد اینطوری موادمون خوش نمیشه. ببین الان خیلی سری مواد گذاری شد. نه دیگه بچه خوش میشه. شما موقعی که داری میذاری حتی تا نصف اومد دیدی یکم داره خوش میشه سری یک کوچولو لیکوید بهش اضافه میکنی. هی تزریق لیکوید رو میتونین بین کار داشته باشین. مهمتر از همه اینه که کارتون هم که تموم شد زاویه 45 درجه طوری که نوک سرساهانتون بیفته پشت مواد. قشنگ کارو دور تا دور دیواره ریشه سینوسا رو قشنگ فیکس میکنی. اصلا ببینید توی پود چیزی به نام دورگیری نداریم. دورگیری مال کسایی که انقدر قلمبه و افتضاح میذارن. من بچه بهتون گفتم سرسام موکتی بیارین چون شما با یه موکتی راحت اون دور رو تمیز میکنین. نه میدونید پرس میذارم ولی